اینا رو داریم میبینیم که بعد فکرم 2 ماه اومدم ببینمش آموزشاشو دیده و کلی خطرناک شد. الان خودم ازش میترسم چون پیتبول نژادیه که ترسناکه، فرمانپذیریش یکم سخت، از لحاظ عقلی یکم دیر میفهمه که باید چی کار کنه. و اینکه چی داری گوش میدی شما؟ من دانشگاه کلاس دانش ساعت 6 بعد از کلاس دارم. من موضوعش نگیرتت. نه با ایران منو نمیگیره. آقا دیگه تا آخر باید بمونیم. به بازی وقتی که تو می‌زنی. الان من رسمی هستم. برو. بیا. بشین بشین. آفرین. چطوری؟ خود بنده. این اگه بند نداشته باشه میچسبه به سگ مردم، بعد بالاخره راستا میشه. تو ویلای خودت هم همینطور. تو ویلای خودت هم باید حواس باشه گوشتی رفیقی سگ داره، این حتما تو قفس باشه. چون اگه ولشه چسبه آدمگیره. ولی رو آدمگیری کنترل داره، ولی رو سگ فقط تشنه شد. و اینکه آدمگیر هست، سگگیر هست، کلا این مشکل داره. کلا مشکل داره. بچگی هم مشکل داشت زمانی که در کنار ما بود. الان هم مشکل داره. خلاصه موقعی که میخواین سگ بگیرین و نگه دارین حواستون باشه پیتبول نگیرین. آره یه مقدار اولیش تحقیق کنید. خب آمدی بریم؟ بمون. آفرین دست داده. آفرین آفرین آفرین. مرسی دوباره دیگه. آفرین مرسی مرسی.
رفتن کار کن. بش برو قفص برو قفص اینو قفص برو قفص آها بریا بش برو قفص آها چرا باید چپ را بیاد؟ قانونی شد اول گفتم فرق نمیکنه راست ولی دیگه همه مربی سمت چپ خب بیا بشین آها آف باریک سلام چطوری؟ چه خبر؟ خوشگله من چطوری؟ خوشگله من چقدر پونجه شدی هیرو اینم هیرو خانه ماه کار میکنه با شما کار نمیکنه شما باید تمرین کنید یعنی اینطور نیست که شما بگیرید دستت با همین کیفیت با شما کار نیاز به تمرین داره متعلقات در بیارید همه جون کار آقا همه کار بشین الان نشسته در رو بروش فقط رو بروش فقط این بند میگه بند دست این بند دست کار میگه بابا چه شایی کنم بشین رو بشین نشست بابا نشسته بخواب دیگه همین رو بشین رو بشین رو دستم باشه بشین باز نمیگیره بشینه بریم شما بریم برو بشین بخواب
یه دونه موشن فقط موشن عالی دست اینجوری باز کنه باتون بده بکن ندارم بده بخور خب یورو بشین یورو بشین بشین بخواب نگم بخواب بخواب دست بده دقت کن تو دست بده بشین آیا بشین دست بده بشین دست بده آفرین بشین دست چپ این دست بده آفرین بشین دست بده آفرین همه که برسه بند دست رامون نشسته بند دست راست دارم فرقش میگه بند عوض کرد برو بشین درسته بشین دست بده دست بده دست بده اول بشین بشین ریلکس اوکی دست بده آفرین بشین برو بشین بشین خلاص اینجوری کنی دست یورو یورو بشین دست بده دوباره بری بینش هست یورو بشین فقط استرچ باید بخوابونی بعد دست آفرین بشین آفرین بیرو دست بده آفرین بیرو بشین آفرین بیرو دست بده آفرین بشین بیرو یورو دست بده دست بده اول بشینه یورو بشین مرسی یورو بشین دست بده پس یه بار دیگه میرم بیرو بشین آفرین بیرو دست بده آفرین بیرو بشین بیرو بخواب آفرین بمون مرسی بمون میمونه میریم بمون استاپ از کم شروع کنید بعد کم کم مسافت بیشتر کنید که امکان پذیرش بیشتر بشه اون چون واقعا خیلی عالی شد من الان سعی بعد کم کم مسافت بیشتر ببینم تو میکشه زمین میخواد نزدیک من خب تشکر ویژه میکنم از مجموعه پرشن کیناین که هیرو رو تربیت کردن، از آقای محمدی، از دوست عزیزمون آقا محمد، و اینکه امروز داریم میبریم دیگه، ببریمش باغ و ببینیم چی میشه دیگه. یکم خیلی شیطونه. آقا خیلی ممنون. متشکرم. دست شما درد نکنه.